بسیار تشکر. سوال من این است که اه، که اگر خدای وجود نداشته باشه چه چیز باعث میشه که واقعیت همین سوال در ذهن من بسیار مرا کنجکاو ساخته، چه چیز باعث میشه که زندگی به این اندازه ارزش واقعی خود داره و مرگ بسیار بی‌معنا باشه که هیچ دیگه فکر کنید هیچ زندگی نکردی و هیچ چیزی وجود نداشته؟ فقط این سوال از جناب کوش داشتم. این سوال وطن عزیز مایک بس از کوچم. این سوال شما بار این سوال پاسخ داده شده و بار این پرسان میشه، در هر برنامه پرسان میشه. اولا من بسیار کوتاه ساده براتون بگویم، شما این پیش‌فرض را نگیرین که اگر خدای وجود نداشته باشه. خدا در ذهن انسان ها وجود داره، خدا را انسان ها ساختن. خدا چیزی بیشتر از این نیست که مثلا انسان ها نیاز داشتن رفتن یک موجود را ساختن و پرستش کردن و دقیقا امروز هم اسلام هم قسم محمد الله را ساخت و تا سرزمین ما و شما آمدن به چور و چپاول آمدن و ما را مسلمان کردن. حالا اگر شما به این بگیم که خدا وجود داره، این باید ثابت بشه که خدا وجود داره. کدام خدا؟ حالا در هندوستان 350,000 خدای متفاوت پرستش میشه، خدایان متفاوت پرستش میشن. حالا شمایی که مثلا اگر به اسلام باور داشته باشین میگیم خدای ما یگانه هست، عیسوی میگه خدای ما یگانه هست، یهودی میگه خدای ما یگانه هست، هندو میگه خدای ما یگانه هست. همین قسم شما برین هر خدایی را که شما ببینین میگه خدای ما واقعی است و خدای ما وجود داره. این حالا حرف کی پذیرفته شود؟ این خدای زینی هستن، در ذهن شما در ذهن باورمندا هستن. الهام عزیز، اول این خدا باید ثابت شود. وقتی که این خدا ثابت شد بعد میتونیم میره بگوییم که حالا وجود داره یا نداره. این خدا ثابت نشدن هنوز، در حد باور هستن. بسیار خوب، بسیار تشکر. ما باعث یک انسان خدا باور ما عجیب بود فکر میکنم. مثلا میبینیم در دنیای زندگی میکنیم، عاطفه وجود داره، محبت وجود داره، خوب و بد وجود داره. مثلا میبینیم که پستی و بلندی و چقدر مشکلات و خوبی ها در زندگی است. خب ما از بود از این باور دارم که خدا وجود داره. مثلا یک نظری شخصی خودم. نه، این مسائل هیچ به خدا ربطی نداره. تمام این مسائلی را که شما نام گرفتین هیچ به خدا ربطی نداره. حالا خوبی و بدی چه ربطی به خدا داره؟ حالا من یک سوال از شما بکنم، دزدی الهام عزیز کار بدی است یا کار خوبی است؟ دوستی خب بستگی به این داره که دوستی خب دوزی درست است. دوزی کار بد است. بسیار عالی. دوزدی در ذات خود کار بد است یا چون الله گفته بد است؟ خب دوزی در ذات خود بد است. تمام شد دیگه. پس خوبی و بدی هیچ ربطی به خدا نداره. چیزی که خوب هست، چیزی که بد هست. خب ایره ما نمیتونیم بگیم دزدی کار بدی است چون الله آمده گفته که بد است. نه، دزدی در ذات خود بد هست. پس این مسائلی که شما مثال زدن هیچ ربطی به خدا نداره. خب باز من برای یک دلیل دارم. مثلا یک نفر فکر کنید که دزدی میکنه، یک کشور به غارت میبره، درست است؟ مثال برات میزنم و هیچ وقت از این پرسان هم نمیشه و در این دنیا هیچ کس از او توانایی هم نداره که از او بازپرسی کنه و این نفر یک روز میمره و همون مرگ بی‌معنایی که مثلا شما باور دارین که اون نفر با تمام قدر بدی که در دنیا انجام داد، این نفر رفت و گم شد و هیچ پاسخی به دادن نداره و هیچ کسی دیگه از او دادخواهی در مقابل حق خود به خاطر دزدی از او یا قتل از او یا هر گناهی که انجام داده هیچ کسی دیگه دادخواهی کردن نمیتونه. به نظر خودت شخصا اینجا به نظر در این یک تناقض پیدا نمیشه؟ یک نفر تمام بدی را انجام داد رفت و هیچ گپی نشد و هیچ جوابگویی نشد و هیچ کسی پرسان نکرد. یک حق تلفی، یک بی‌عدالتی صورت میگیره. نظر بر همین قوانینی که در روی زمین وجود داره، ببینین مسئله کجاست. با تمام بدی ها از بین خب عدالت شد. حالا یک مثال میزنم براتون. مثلا محمد پیامبر اسلام، بگذارین که یک مترادف دیگه هم در پلوش بگذارم، هیتلر. اینا آمدن جنایت کردن، غارت کردن، قتل کردن. الله هیتلر غارت نکرده، قتل کردن. انسانها را، میلیون‌ها انسان را به قتل رساندن، هم محمد و هم هیتلر. اینا شمایی که باورمند هستین، محمد به امر الله شما کرده؟ محمد به امر الله شما غارت کرده، دزدی کرده، قتل کرده؟ هیتلر به خواست الله تان کرده. متوجه هستین؟
اون قاتل هم که قتل میکنه به خواست اللهتان میکنه، در باورهایتان هست. شما به این باور هستین که الله آمده در قرآن گفته که یک برگ از درخت بدون خواست الله نمیفته به زمین. متوجه هستین؟ بله بله میشنم. حالا این قتل که به حساب قتل دست جمعی که صورت گرفته به خواست الله صورت گرفته، بعد چرا الله خواسته باشه بعد از این پرسان بکنه؟ خب از نظر من وقتی که من به خداوند باور دارم، من میگم ما مخلوقش هستیم، او میتونه با مخلوق خود هر نوع رابطه داشته باشه. میتونه 500 تا چی نوع رابطه؟ مثلا برای شما میگه قتل کن، به خواست از شما میگه قتل انجام میدین. نه بس رفتن، بس دوج یک پیام میبخشم، یک پیام دیدم بس در مسئله زلزله و گپارم گفته بودن. خب او خالق است، من به خالق خودم این باور دارم و اگر من میگم 1000 نفر ما را یک کوشم میخواین با این دوستان صحبت کنین در این مسئله؟ بفرمایید ادامه بدیم الهام جان، ولی کوتاه خواهشم. درست است. خب من زیاد روی موضوعات بسیار پیچیده که شما همیشه بحث میکنید صادقانه میگم من مسلمان هستم، من مسلمان نیستم که بیایم مثلا بحث بکنم از روی کتاب دانه دانه ما یک نقطه را بکشیم شما بکشین که محمد غارتگر است یا او کارکرد نگه. واقعیتش معلومات زیاد ندارم و نمیخوایم که داخل عمق موضوع شوم، به خاطر چی که تمامش هنوز در حالت چی باید بگم امبیگوس یا حالت دورایی قرار داره که نه شما میتونید به اثبات برسونید که غارتگر واقعی بود. نه مسئله اثبات نیست الهام. نه واقعیت هم است. واقعیت به خاطر چی برادر که نه خب اگر ما بریم در پی واقعیت باشیم، اگر ما در پی واقعیت باشیم، شما مثلا میگین فردی که قتل میکنه بعد از این بازخواست میشه. خب شما در دین خود باور به این دارین که اون قتلی هم که صورت میگیره به خواست الله صورت میگیره. پس الله چرا خواسته باشه که مثلا با استفاده از شما قتل را انجام بده، بعد شما را قاتل محسوب بکنه، بعد شما را جزا بده؟ خب الله ادعا کرده بیش از 45 آیه را من براتون میتونم بکشم، بیش از 45 آیه در قرآن که گفته تا چیزی که من نخواسته باشم انجام نمیشه. حتی یک برگ از درخت به زمین نمیفته. یعنی شما را کاملا تقدیرتان را مینویسه که شما اگر الله نخواسته باشه، خواست الله نباشه، شما ایمان دارین که همین لحظه دهنتان بسته میشه و دیگه باز نمیشه هرگز. حرف اینجاست. و باز هم سپاس که آمدین در برنامه، بیاین حضور پیدا بکنین، باشین بشنوین. سلامت باشین، بخیر باشین. قربانتان سپاس از شما. خب بریم بانو سم بشنویم کوشن اگه